سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. یه آموزش دیگه داریم. آموزش حالا نمیدونم اسمشو چی بذارم، چون این چیزیه که حالا من برای روتین خودم استفاده میکنم و خیلی هم نتیجه گرفتم. برای مشتریام هم گهگاهی استفاده میکنم و خیلی راضین. اونایی که فقط میخوان ناخوناشون رو لامینت کنن یا فقط جلیش ساده دارن. خب یه لایه خیلی ضخیم روی یه لایه خیلی محکم یه لایه خیلی محکم روی ناخوناشون میاد و از ناخونه طبیعیشون محافظت میشه. لامینت خودش خیلی عالیه، ولی وقتی که صدف ناخونی جون نداشته باشه لامینت اونقدر کارایی نداره و باعث میشه که زودتر بشکنه. ولی با این روشی که حالا من دارم استفاده میکنم و میزنم یه خورده بیشتر دوام داره. البته بیشتر که نگاه کنید نه هیچ آسیبی ندیده. ناخون بعد از این همه رشد و بعد از این همه روی ناخون طبیعی و خیلی با احتیاط بتراشین که آسیب نبینه ناخون، صدف ناخون آسیب نبینه. خیلی با آرامش بتراشین، اصلا هیچ فشاری به سوهان ناخون به سر سوهان وارد نکنید. سعی کنید برای ناخونهای طبیعی از سوهانهای نرمتر استفاده کنید. از سوهانهای خیلی زبر و خشن استفاده نکنید. یه خورده زمان برتر هست تو پاک کردن مواد قبلی، ولی کمتر آسیب میبینه ناخونتون. ببینید من قبلا هم استفاده کردم از همین مواد، ولی اصلا هیچ ردی از مواد الان نیست، چون یه لایه خیلی خیلی نازکه اما خیلی خیلی محکم. بسیار بسیار محکم میشه ناخوناتون. برای موقعی که ژلیش طبیعی دارین یا برای موقعی که یه لایه خیلی کم لامینت میخواین گزینه مناسبیه. به ناخونا فرم میدیم قبل از اینکه مواد رو بذاریم
هر فرمی که دوست دارین، هر حالتی که دوست دارین. ناخن‌های طبیعی وقتی که بلند میشن یه مقداری کج و کوله میشن نسبت به ناخن‌های کاشت. چون ناخن طبیعی هست با یه سوهان نرم‌تر هم باید کار کنید. ناخن منم رنگ مالیده شده. من ناخونم الان نمیخوام زیاد کوتاهش کنم، ولی دیگه قد و شکل و حالت ناخونش واسه که به خودتون داره چی دوست دارین. یه مانیکور خیلی سطحی هم انجام میدم که فقط دور ناخونام تمیز باشه. خب پودر رو تمیز میکنیم که پودر نچسبه به کارمون. قبل از مواد گذاری، اصلا قبل از هر کاری که میخواین برای ناخن انجام بدین، حتما دهیدراتور میزنین، ضد قارچ میزنین. چند ثانیه صبر میکنید. پرایمر غیر اسیدی، فرقی نمیکنه مارکش چی باشه، برندش چی باشه، پرایمر غیر اسیدی میزنید. باز چند ثانیه صبر میکنیم تا پرایمر فعال بشه. خب بیس استفاده میکنیم.
بیستون رو کامل روی ناخون بزنید، جایش نباشه که مونده باشه یا جایش کم و زیاد نباشه. شصت ثانیه تو یووی میذارید. من اینجا از یه لامینت خیلی معمولی و یه برند خیلی معمولی دارم استفاده میکنم. مهم نیست چی باشه لامینتتون، میتونید از لامینت استفاده کنید یا میتونید از بیلدر ژل سافت استفاده کنید، از هر جفتش استفاده میشه. خب برای این بستری که من دارم برای ناخونم درست میکنم حتما از پودر استفاده میکنم که لامینتم رو خوب نگه داره. یه لایه خیلی نازک لامینت میزنید روی بیس. حواستون باشه قشنگ دقت کنه همه جا زهده به خورده باشه لامینت، جایش نمونه. نمیخواد زیاد ضخیم بزنید که خیلی برجسته نشه، چون ما میخوایم ناخون طبیعی خودمون نشون داده بشه، حالتش، مدلش، قدش. نمیخوایم به ناخونمون حجم بدیم، نمیخوایم قد بدیم، حالت طبیعی ناخون خودمون. فقط یه بستر ضخیم میخوایم براش درست کنیم. خب لامینت که زدیم پودر میریزیم رو لامینتمون. همه جاشو قشنگ پودر میریزیم. پودرم فرق نمیکنه چه پودری باشه، چه مارکی باشه، چه رنگی باشه، فقط رنگی باشه که متناسب با رنگ لاک ژلتون باشه، لاک ژلتون رو خراب نکنه. اگر لاک ژل روشن میخواین استفاده کنید و لاک ژل شفاف میخواین استفاده کنید، پودرتون جوری نباشه که لاک ژلتون دیده نشه. خب تا قبل از اینکه شوره کنه بذارین تو یووی، 60 ثانیه بذارین تو یووی بمونه. خب پودر اضافی دور ناخن رو تمیز میکنیم. ببینید یه لایه تقریبا نوچ ولی یه کوچولو محکم. برای لایه دوم باز همین کار رو انجام میدیم. حتما لامینتتون رو خیلی نازک بزنید که شوره نکنه، حجم نده. ما نمیخوایم توی این حالت حجم داشته باشه. دوباره پودر میریزیم.
شصت ثانیه دوباره میذاریم توی یووی. امکان داره موقعی که دستتون میره داخل یووی یه مقداری حالت سوزش پیدا کنه، مشکلی نیست، فقط در نیارین دستتون رو سریع سوزشش میفته، به خاطر لمینتی که داره ناخونتون رو جمع میکنه، چون رو ناخون طبیعی هست. شاید اون ناخونایی که یه مقداری سطحشون نازک‌تره یه مقداری سوزش داشته باشه. حالا میتونید از لاک ژلتون استفاده کنید، یه لایه خیلی نازک لاک ژلتون رو میزنید. لاک ژل اصلا لایه ضخیم نزنید، روی ناخونتون هنوز پودر هست و پودرها کاملا جمع نشدن. وقتی که شما لاک ژل لایه نازک میزنید باعث میشه که اون پودرها هم محکم بشه. برای دوستانی که حساسیت به لیکوید دارن خیلی عالیه این مدل روش. میذاریم داخل یووی دوباره 60 ثانیه داخل یووی بمونه. نیاز به سوهان کشی نداره، نیاز به لیکوید نداره، حجیم نمیشه و بسیار سبک و مقاومه. خب لایه دوم لاک ژل رو میزنیم.
دوباره 60 ثانیه داخل یووی میذاریم تا لکمون کامل خوش بشه. تاپ شاین، تاپ کات، حالا هرچی که اسمشو میذارید برای محافظت از لاک ژلتون هم روش میزنید. دوباره میذاریم داخل یووی. اینم یه ناخن خیلی سفت و محکم، مقاومتش بسیار بالا رفته و تا به این حد برسه نمیشکنه.